مسابقه پرتاب گلوله یا پرتاب سنگ با اشتراک بیش از 20 ورزشکار این رشته از سوی فدراسیون اتلتیک خفیفه با همکاری آمریت ورزش ولایت غور برگزار شد. مسئولان اداره ورزش غور میگویند این مسابقه به هدف نهادینه ساختن ورزش‌های محلی به ویژه ورزش پرتاب سنگ را اندازی شده است. هدف از برگزاری مسابقات نهادینه ساختن ورزش اتلتیک خفیفه یا پرتاب سنگ بگوییم همین بود که امو ورزشکارانی که چهره‌های برتر است امونا شناسایی شود و همچنین نهادینه ساختن همین ورزش ملی و انحنوی و ورزش‌های محلی ما و شما بود. امروز ما شاهد مسابقه پرتاب گلوله بودیم که بیشتر از 20 ورزشکار اینجا ما مسابقه چی کردیم راه اندازی کردیم و مقابل اول تا سوم اینجا به چهره‌های برتر تیم اتلتیک خفیفه ولایت غور ما انتخاب کردیم. شماری از ورزشکاران این رشته برگزاری همچون مسابقات را جهت حفظ و نهادینه ساختن ورزش‌های محلی و تشویق بیشتر جوانان به ورزش مفید می‌دانند. خوشحال هستم که امروز یک مسابقه پرتاب گلوله در ولایت ما برگزار شد و بنده توانستم که مقام دوم از آن خود کنم. دیگه جهان سپاس از ریاست ورزش که زیاد زحمت کشیدند این مسابقه را دیگه هماهنگ کردند که ورزشکارا بتوانند جمع شدن یک مسابقه برگزار کنند. برگزاری همچون برنامه‌های بسیار مفید خوب داره، میتونه که چیرای برتر شناسایی کنه و بسیار خوش هستم. تلاشان مسئولان این برنامه بسیار خوب بوده، خوب یک برنامه خوبی اجرا کردن. ورزش پرتاب سنگ یا پرتاب گلوله از جمله ورزش‌های سنتی و مورد علاقه باشندگان ولایت غور است که پس از حاکمیت امارت اسلامی این دومین بار است که از سوی فدراسیون اتلتیک خفیفه با همکاری آمریت ورزش در این ولایت برگزار می‌گردد.